از تجربه طلحک و میرزادیکک از اورژانسی ملی تاریخی زنک‌های لوی آب صد نوبتی همی گولکسن ما بعد سفر پرآوازه بلوگری مشهور سطح جهانی گسنگ حسین به خلاصه آمدیم که اورژانسی اطلاعاتی ملی قدیمه تاجیک با کمک طلحک و میرزادیکک زنک‌های لوی آب را از نو پیشنهاد کنیم و نخست نمایش خود را محض از همین نام یعنی گسنگ حسین آغاز کردنیم که ما باید از سادگی های گذشته خود دست شوییم و باید دیگر فرزندان خود را حسن و حسین گسنگ حسین نام کنیم. وقتی که به کشور برمیگردند چخیلی که در این روزها بسیار آوازه و دروازه شد که گسنگ حسین از تاجیکستان دیدن کرد و تاجیکستانیان از او دیدن کردند، یعنی دیدن را کردند، اگر نمی کردند دیدن نمی شد. ما هم باید به همین اصول کار را راه اندازی کنیم، چون که عصرهای عصر ما دیدیم، تماشا کردیم، از نظر گذراندیم، مراد حاصل نشد. اکنون باید کردن در کار، یعنی دیدن را کنیم، اگر نکنیم به مراد و مقصد نمی رسیم. چون که گسنگ حسین دیدن را کرد و او را کردن دیدن و در سرش بارانی طلا و تنگه ریخت و او از ترپی سمالیات تا به آسایشگاه های مشهور سرتاسری کشور و جهان با دستگل های زیاد و شماره زیادی مخلصانش استقبال یافت و اکنون ما هم به خلاصه اومدیم که از بحر ساده خیالی های خود میگذریم. دیگر کجا شاهنامه میخونیم، به صاحب خودی شاهنامه یعنی به حکیم فردوسی توسی این اثر عالم شمول چی آورد که به ما میارد. او 35 سال به شکم زده نوری چشم کم کرد، جان کن که ما رو به شناسنامه خود به شاهان گذشته خیش به عنعنه‌های هزار ساله ها شناس کند و بعدی که به همزبان پیشنهاد شد خطای خود را فهمید و 30 سال دیگر بود گریخته گشت که او را همزمانش سنگسار نکنند. هلالی باشد سادگی کرده و محبت همزبان اعتماد بخشید، نگریخت و او را سنگباران کردند. رودکی را کور ساختند، هر جو چشمش را کنده گرفتند و ما باز همون سادگی ها را خواهیم تکرار کنیم. دنبال شاهنامه رویم، اگر 60,000 بیت شاهنامه را میخوانیم باور کنید تمام عمرمان تمام میشود. پس بیت پیروی گسنگ حسین میشویم، رمضان را رمضان نام میبریم، جمشید را جمشود و این ما را به مراد و مقصد میرساند و به دو حقارت شیرین، به یک زهرخند، به یک تمسخر، به یک تهدید می توانیم که خزینه بزرگ زمان را یعنی بانکی سرتاسری عالم را، طلا و تنگه آن را به دست بیاریم و به گردن کج‌های حسین و حسین ببخشیم و آنها همیشه هواداری کرده چک زده گردن که گسنگ حسین داریم. ما یک معلم داشتیم در مکتب عالی با نام فیضی باران، براستی نمیدونم زنده باشند یا گذشته، هر باشند رحمت باشند و مرد بسیار شریف بود، حاضر جواب، بزلگو، بسیار صحبت ها را و مورد شناس. بار سحر از خواب میخیزد برای به کار رفتن، از زنش گله میکنه که من آماده شدم و یک پیاله چای تو تیار نشد و زنش هم که معلومات عالی داشت و حتی در یک مکتب مشهور شهر راهبر بود و طور خودی فیضی باران که دید شوخی و حضر کرده میستاد با طنز جواب میدید که من برای تو به کار میروم، معلومات عالی دارم، فرزندای تو رو سحر میخیزونم، میشویم، چای میکنم و باغچه میبرم، بعد به کار میروم. این گاز اومده ایستاده است، آب جوشیده ایستاده است، پیاله در نزدش، چای در پهلویش، قهوه از اون طرف، یک پیاله چای تو از پای کار شو. چی خود تشویش میتی از دنبال این کاری؟ من و معلم اعراض میکنن،
کلاهشو میگیرند قهر کرده از خانه میبرند خونه اون کسا در رو پروی باغ معرفتی استراحتی همون زمان قرار داشت چشمش به بشخانه پرهیزی میافتد و میگه خیلی پیوله قهوه میگیرم و بعد از دنبال کار میروم رفته یک چند چیز میگیرد یک قهوه یک شیرینی و باز کم چیز دیگر میگیرد حساب میکند میبیند که همگی 37 تین شد در زمان شوروی و 37 تین حقیقتا یک کس ناشتا میکرد سیر میشد و خودش به همین خلاصه میگوید که این به همین 37 تین من سیر میکردم خیلی معاشی معلم مکتب عالی کلام بود از 150 تا 200 روبل میگرفت و او اگر به همین شکل اگر رفتار و مناسبت میکرد نه تنها برای او برای عائلت برای همه میرسید و باز ذخیره هم از اون معاش کردن امکان داشت علاوه بر این همین قدر دیگر بار عائلش هم میگیرید برای همین روز دوم سوم چهارم هم دیگر یگان گپ نزده همون لباساش هم میپوشه گلستوک هم میبنده با آشخانه پرهیزی رفته قهوه مینوشه میره از پی کارش این حادثه که یک هفته دوام میکند زنش در تشویش میمونه و یک روز استراحت میبینه که فیضی بارون در همون روز هم در خانه چای نمینوشه و باز همون لباساش پوشیده کلاهش گرفته از در بیرون میشود زن هم آهسته از دنبال او و کوچه میبره که این کجا میرفته باشه چیکار میکرده باشه برای چی در خانه چای نمینوشه او میروه و همون بشخانه پرهیزی میدروید و زن هم از دنبال او از دور نظارت میکنه که او یک قهوه گرفت یک شیرینی گرفت و با کم چیزهای دیگر و زن هم عیناً بعد 2-3 نفر دیگه میاد چیزی که معلم گرفته بود همون خیلی میگیرد و بالای لگنی معمولی که با نام پتنوس در زمان شوروی یادآور میشد از اونجا راست نزد معلم میرود معلم تنوش در یکم و همون لعلی رو میموند که معلم چشم معلم میشه دستی زنانه سرش برداشته نگاه میکنه که عائله خودش بعد یک تبسم میکنه و میگه زنک بعد نگاه میکنه که بالای همون لعلی در چیزی که معلم گرفته بود عائله‌ش هم همون را گرفته تا دیدی زنک ما همگی 37 تینده در همینجا آمده میتونیم سحری به حضور چیزی دلمون میخواه گرفته نوش جون کنیم بریم از پی کار چی در کار همین جنجال و کشمکش یا اجازه هر سحر هر دمون میریم همینجا ناشتا میکنیم میریم صد نوبتی همون کودک‌ها بله گفتی همون فیضی بارون که صد نوبتی همون حسن حسین بیاین دنبال حسین میشه